سلام بینندگان عزیز، امروز چهارشنبه 15 ینور است، ساعت به وقت شهر پراگ 10. حالا فرصت رسید که سرخط موضوعهای برنامه خبری امروز را پیشنهاد شما کنیم. شکل کامل این گزارش ها را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسایک در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صفحه آزادی ویدیو می توانید تماشا کنید. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اطلاع داده است که ایوان میزنسف، یک ساکن شهر دوشنبه، یک عدد نارنجک ارگده 5 را که در خانه استقامتیش نگاه می داشت با خود گرفته است. هنگامی که در نزد درآمدگاه بینا قرار داشت، نارنجک منفجر می شود. در خبر رسمی وزارت که سامانه‌اش روز 15 ینور نشر کرد آمده است که میزنسف در حالت مستی قرار داشت و بنابر مناسبت خنک نظرانش نارنجک ترکیده است. در نتیجه ترکیش نارنجک میزنسف جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسید. وزارت کارهای داخلی میگوید سنجش حادثه از جانب گروه‌های تفتیشاتی ادامه دارد. همکاران ما نیز در شهر دوشنبه صبح امروز به محل حادثه رفتند و جزئیات را در برنامه اخبار ساعت رسایک میتوانید ببینید. هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان در مذاکرات روز 14 ینور در شهر اصفهان به موافقه رسیدند که 114 کیلومتر مرز را که گروه‌های توپوگرافی دو جانب معین کردند در دوام 2 ماه بهای حقوقی داده خط مرز را معین کنند. در این باره ژنیش رزاقوف، معاون نخست وزیر قرقیزستان که هیئت این کشور را رهبری میکرد، اظهارات داده است. در اظهارات رزاقوف همچنان گفته می شود که جانب‌ها به موافقه رسیدند که تا سنه 1 مارس در مورد عوض کردن قسمت‌های از مرز با همدیگر پیشنهاد ارائه کنند. نصب دوربین‌های نظارتی در کنار راه آش بادکن اصفهان که از راه اصفهان وارخ می‌گذرد نیز یکی از توافقاتی است که حاصل شد. یک نکته دیگری که تاجیکستان و قرقیزستان به موافقه رسیدن این بود است که من بعد جانب‌ها در مورد اجرای کارها در تقسیم و علامتگذاری مرز پیشکی و وسایط اخبار عامه اطلاع نمی‌دهند. تفصیلات مذاکرات تاجیکستان و قرقیزستان دایر به معین و علامتگذاری مرز را در برنامه اخبار امروز مطرح خواهیم کرد. هواپیمای شرکتی هواپیمایی بین‌المللی اوکراین که 8 ینور بعد چند لحظه پرواز در نزدیکی فرودگاه شهر تهران سقوط کرد توسط 2 موشک سرنگون شده است. روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی نوار دوربین نظارتی نشر شد که این گفته‌ها را تصدیق می‌کند. ساخته نبودن ویدیو را روزنامه‌نگاران تحقیقاتگر نیویورک تایمز تصدیق کردند. در نوار دیده می‌شود به سمت هواپیما در فاصله 30 ثانیه 2 موشک پرتاب می شود و هر دوشان به هدف می رسند. اخیراً سپاه اعتراف کرد که در انتظار ضربه های هوایی احتمالی ایالات متحده آمریکا به طور اشتباهی 1 موشک شلیک کرد که هواپیما را سرنگون ساخت. اما حالا معلوم می شود که نه 1 بلکه 2 موشک شلیک شده است. در مورد جزئیات این موضوع در برنامه اخبار صحبت خواهیم کرد. نرخ تخم یکی از غذاهای پر استعمال در تاجیکستان گران شده است. نرخ یک قوطی تخم وابسته به نوعش و اندازه از 30 تا به 35 سومانی عین زمان فروخته می شود، در حالی که چند قبل نرخ قوطی تخم 26-27 سومانی بود. سبب گرانی در چیست؟ قطع واردات تخم از خارج و یا مصلحت شرکت‌های داخلی؟ همکاران ما در شهر دوشنبه به تحقیق سبب‌های گرانشوی تخم پرداختند و گزارش را آماده کردند که در برنامه اخبار برایتان نمایش می‌دهیم. همچنین درباره یک موضوع تاریخی در ناحیه فرخار صحبت خواهیم کرد که به قول یک ساکن آن قصر باستانی به نام پوشتاق در آنجا زیر خاک است. این ساکن درباره تاریخ این موضوع یک فرضیه خود را هم دارد. همکاران ما این موضوع را با دانشمندان تاریخ در میان گذاشتند. برنامه اخبار آزادی را ببینید. در مورد قصه این موضوع تاریخی برایتان مفصل خواهیم گفت. بیننده ارجمند، این بود فشرده موضوعهای برنامه خبری امروز. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک ادنکلاسنیکی همراهی کنید.